ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 23 اپریل سال 2024 با نشر یک گزارش ویژه به اطلاع شهروندان رساند که آوازه‌ها اوید و ربودن کودک و گرفتن عضوهای او در شبکه‌های اینترنتی نشر گردیده اساس واقعی ندارند. این آوازه‌ها در پی روز 21 اپریل یافت شدن جسد یک کودک از نزد پرداخگاه بنای استقامتی واقع در کوچه سینا پهن گردید. میلیسیای پایتخت تاجیکستان گفت کارمندانش نه فقط واقعیت حال بلکه منبع پهن شدن آوازه‌ها را نیز معاین کردند. بنا به گزارش نشر شده ضمن سنجش معاین کرده شد که خبرهای مذکور از جانب شهروندان امان و خدیجه سال تولدش 1972 و بویمت و فرزانه سال تولدش 1988 استقامت کنندگان شهر دوشنبه در صفحه واتساپ گروه خویشاوندانشان و والدین خوانندگان مؤسسه تعلیمی پهن نمودند. من بعد خبر مذکور در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده باعث خواطر گشتن شهروندان و به وجود آمدن خبر و آوازه‌های بی اساس گردیده است. خود خدیجه امانووا و فرزانه بویمتووا و نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی میلیسا گفت با نظر داشت حالت مذکور نسبت به آنها برای پهن نمودن معلومات بر دروغ با استفاده از اینترنت طبق طلبات ماده 374 علاوه 1 کودکس قوه‌ای مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شدند. میلیسا از ساکنان خواسته است که به هر گونه آوازه‌های بی اساس باور نکنند و به اطلاع رسمی مقامات حفظ حقوق تکیه نمایند. اما در بابت جسد کودکی که سبب پهن شدن این آوازها گردید، میلیسا اطلاع داد که در حقیقت صحنه 21 اپریل سال جاری از نزد پرداخگاه بنای استقامتی کوچه سینا جسم نابالغ 13 ساله حسینوف به علامت‌های مرگ مجبوری دریافت گردید. در نتیجه تفتیشات پیشگی و سنجش نوار کامراهای نظارتی معاین گردید که نام برده خود را از آشیانه 16 بنای مذکور پرتافته دست به خودکشی زده است. وابسته به حالت مذکور از جانب مقامات حفظ حقوق مواد ضروری ترتیب داده شده مورد تفتیش پیشکی قرار دارد. خبر داده است میلیسیای پایتخت تاجیکستان. تفصیلات دیگر قضیه نشر نشده است.